امروز اومدم براتون یه داستانی رو تعریف کنم. داستان بدبخت شدن انتیتون سر یه تونل. پس ویدیو رو تا آخر ببین، لایک و سابسکرایب فراموش نشه، چون واقعا سر این یکی ویدیو بیشتر از ویدیو قبلی پورگی کشیدم. شبکه باحال انتیتون. دینگ دینگ. توی SMP زیبا اون پایین تو اسپان ماین پلیری نشسته. بیاین پایین ببین، اسمش همو انتیتونه، خونش هم اینجوریه. امو انتیتون، بیا بشین اینجا برامون هی ریکورد کن ماجراهای امو انتی. بذار معرفه کنم. اسکینم چرا این ویزه؟ منطق. خب ولش کن. سلام رفقا، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. توی ویدیو قبلی دیدین که ما شاپ منگرو یه ذره اوکی کردیم. من خارج از دوربین رفتم چند تا منگرو دیگه کاشتم و کندمشون و شاپه رو کاملا اوکی کردم. الان فقط مونده که چست بذاریم و آیتم بذاریم داخلش. بعد توی قسمت قبل وقت نشد که اینجا رو کامل اوکی کنیم. اینجا رو بامبو کم آوردیم، هم فارم بامبو رو خالی کردم هم بامبوهای بغل منگرو، ولی بازم بامبو کم آوردیم، اما مهم نیست. انتیتون میگه و میرم که ویلیجر بیارم. ما این مختصات ویلیج رو بده. آمادم تا راهی سفری دور و دراز به اعماق ناشناخته کره زمین برم. کره زمین میشه اینجا؟ هرچی، حالا مهم نیست. بذار مختصات یه بار دیگه ببینم. 212 منفی 15 رو بگیرم اوکی. این مثبت میشه، اون منفی. خب بعد همین وری برم. وقتی که راهمو پیدا کردم راه افتادم تا برم به ویلیج و ویلیجر بیارم، اما نمیدونستم که دارم چی کار خطرناکی میکنم. یه قایق اصلا اینجا هست تو بندر. چی کار میکنی تو خونم ها؟ منو میبینی؟ یوزر نیممو من داشتم کلی. ببین بیایم بالا، درخت اسپروس داریم. اسپروس چیه داریم؟ بیا. نه من چون شاید دارکمن براشون داشته. کلی مخروبه باستانیه. بگو خب. بعد کشتی خراب شده بغلش. نه من که نمیتونم برم، درموندا میخورنم، تکی نمیشه. تو هم بیا. بیا یه قایق هست نزدیک پل، اونو بردار بیا به مختصاتی که میگم. ایوا شب شد. ایوای من ببینیم اینجا چیز آب گرمه، شاید اسنیفرم پیدا کنیم توش. البته من خبر نداشتم که اسنیفری در کار نیست و تنها چیزی که گیرمون اومد پس از کلی سختی کشیدن یه دونه گندم بود. وقتی که فهمیدیم ایسکومونو گرفته بودن، با آقا موین دوتایی رفتیم سراغ ویلیج. ما برو دیگه بابا، بر نگرد آقا. کدوم قبرستونی میخوای بری ها؟ برو سر بلوکت، برو سر کار زندگیت.
متاسفانه به دلیل قابلیت‌های ویژه بدراک ویلیجراش خیلی احمق‌تر از ویلیجرهای جاوا بودن و کلی سختی کشیدم تا تونستم ویلیجرها رو سوار قایق کنم. آقا ویلیجره، ببین اونجا شغل مجانیه، برو سر بلوک شغلت، برو برو سر کار و زندگیت. اینجا چون سرور دیگه لگ میکن، بعد تون نباید بری، باید دونه دونه بچینی وایسی دوباره بری. آقا عالی، من راه افتادم بیام. اما آخه چه اومدنی؟ ای چشم من گریان مباش، این گونه اشک افشان مباش، حیران و سرگردان مباش، در گردش گیتی رسد روزی به پایان هر غمی، دست نگار ما داغ دل را گذارد مرهمی. دست غارت از شروع آه لاله رو بر جانم گشوده ای، از تو چه شد حاصلم همین که از دلم قرارم رو بوده ای، کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن. کجا؟ سبزی بکنم؟ من نمیخوام سبزی بکنم. سر کار بودی؟ من اینجا رو یادم نیست، من کی اومدم از این ور؟ اسم میکنم دارم اشتباه میام. هرچی که بیشتر پیش میرفتم بیشتر سردرگم میشدم. طور نیست، حالا میریم ببینیم به کجا میرسیم. ببین همون سید خودمون هست که تو ساواناه. الان یه همچین مپیه ولی ساوانا نیست، دشته. به بنبست خوردم. نه نیمه کار نیست. میدونی چیه؟ قراره بسشن بسازه. اون ساختمون خرابا هستن که پیگلین رو توش زندگی میکنن تو ندر. وقتی هم از یه راه دیگه رفتم، حاجی یه ویلیج پیدا کردم، پشمام. اما مختصات جایی که ازش اومده بودم این بوده و این یعنی علاوه بر این که گم شدم پاره شدم، چون باید همشو برگردم.